سلام بچه، حالتان چطور است؟ امید است که جور صحتمند باشین. اینی جناب که میبینین 1 ساعت پیش ما را وعده کرده بود 1 ساعت فیکس تال داد، آخرم نان نخورده بود که آمده بود. ما امروز قرار است هوندای 150 سی سی را همراه موتورسیکل خودم که 6.5 سی سی باشه مسابقه بندازیم و درک. میفهم که عادلانه شاید نباشه ای، ولی خیلی ویدیو جذاب است، ببینیم که کدامش میزنه که معلوم دار است کدامش میزنه، ولی قرار است خیلی جالب شه. با ما همراه باشین، لایک اینا فراموشتان نشه. برو بریم بچه‌ها. به خاطر کیفیت پایین صدا مرا ببخشین، چون او جایی که ما در آخر برچی ویدیو را ضبط میکردیم هر دقیقه موتر تیر میشد و اگر با موبایل با چیز همیشگی ویدیو میگرفتم که صدا را خیلی خوب میگیره، وقتی که موتر تیر شود صدای من فهمیده نمیشد. از همون خاطر مجبور شدم یک میکروفون بگیرم، میکروفون بلوتوتی. از دوستا را گرفتم که متاسفانه متوجه نشده بودم که خیلی کیفیت پایین داره دیگه. ببخشین، بریم سمت ویدیو ببینیم چی شده. بچه‌ها خدا کنه بچه‌ها امروز آمدیم که مسابقه بردیم دو موتورسیکل. یکی این موتورسیکل بچه‌ها قسمی که می‌بینید و همچنان این که صدایشان هر دویشان یک دقیقه نام آمدیم خیره یک دقیقه گل کنم بچه‌ها. یکی موتورسیکل داریم 150 سی سی. باشه که مکلای من بکشم سمسه اول تشریح بدم. خب بچه، اولین موتورسیکل که داریم اینا نشان بده. اینی موتورسیکل است که موتورسیکل حدوداً 100 کیلو الا یک کم بالا و پایین وزن داره. 150 سی سی هم من میفهم بچه من میفهم تحقیق کردیم مقصد. 150 سی سی هم که قدرتش است همون چی میگن ظرفیتش است 150 سی سی و یک سلندر است. از ما که هست 2 سلنده چند سی سی میشه 650 سی سی 2 سلند و تقریبا وزنش میاد 235 کیلو 240 کیلو میاد دیگه. امروز قرار است دو تا را در مسابقه پرتیم ببینیم. پیش کردنش خب معلوم میشه حالا کی پیش میکنه، ولی با ما همراه باشین، لایک کنین، کامنت بانین. برو بریم ببینیم چی میشه. خب بچه‌ها ما آمادگی بریم برای رفتن، بریم و ببینیم که کی میزنه و چه رقم گپ است. خدا کنه صدای ما بیاد براتون. بریم از همینجا شروع میکنیم. بیروبار خلاص شد و تو خوب پیش برو. برو مولا برو.
خیلی بچه ها بیروبار زیاد هم بود. من چند بار نتونستم ریز صحیح بتم. این پیش بود باز مجبور شدیم یک ریز خطرناک بتیم، دیدیم راه صحیح است، ریز دادیم و بالاخره پیش کرد. بچه ها این بار چالش ما فرق میکنه. این بار قرار است که شارو مسابقه بزنیم، ببینیم شارو چی کار میکنه. شارو روان سام میتونم که یکم پیش بره که پیش رفت، بعد از او باز من شروع میکنم دیگه، ببینیم چی میشه. بعدش ما هم یک بار دایی میشینم ببینیم من همراه از چی کار میتونم. با ما باشین. نه تا اون پایه سی تا پایه میری بچه ها. این تا پایه وانز از خلاص دیگه. تا اون پایه که روبروی هسته وانز میگیره. نه این طرف که هسته این هم دم بین جدول که است. سعیز برو تا اونم جدول تا اون چیز هست برو رفت. اینو شروع میکنیم. بچه برنده شدم بچه ها یک خرابی شد وقتی که من نزدیکش شدم گفتم بانتو که چی شوه؟ نه گفتم بانتو نه، من فکر کردم ریز نمیدم. من ریز ندادم که امور رفتم پیشش کنم در حال که خوب فول ریز میده و نگفتم هر پیش به توفیت لیکن نواد باز نفس پیش شده. اوجا من ماندم دیگه تا جای اصلی خود پیش کردم. وان ساک جا برو اما تو پیش، من خودم نظر به اخلاقت وانس رئیس. عین رفتم کلاه من این تو شد از سرم باد تو شد. گفتم نه امی برنده خیلی برفتم شمال زیاد شد. تو تیز نمیرفت تو خدا چند رفتی 130 و چند ما رفتیم خیلی زیاد، ولی مشکلی بود که پیش رفته بود. خیلی سرعت ازی زیاد نبود ولی خیلی پیش بود. ما که دوق سرعت بخی کلاه من ری رفتم شمال کتی رفتم. گفتم نه گفتم از بچه سرعتش زیاد نبود خیلی از ما که در پیش بود ولی از ما را خیلی بد شمال زد. نوره بخی نفس شخص کرده بود. من خوب بود کلاه داشتم، یکی من اینی کلاه اصلیش بسته نکرده بودم، اینجا شمال وارد میشد کلاه مرا بخی یک رفت رقم کرد یک دفعه رقم. نه گمش کو ما را تیر سر و گوشم یک رقم شد. نه ما را تیر برنده هم ما را تیر متاسفانه بچه نمیشد. خداییش خیلی شمال هم زیاد بود، یکی ما هم سرعت میدویدیم بعد هم خطرناک بود. دویدن چطور بود بچه ها؟ برنده مسابقه نه ولی میزنم نه چی بگه وانز نه وانز خب باید دیگه وانز زادم ولی دو سرعتی که ما رفتیم بعد رفتم شمال وای ولی میشه یک ترک باشم میزنم هر رفتم از پایین. مقصد من برنده شدم. مقصد برنده خوش خیره چا دهین از او که خسارت گرفته بودیم دلش بود بگوی استاد شو ده او زمان متاسفانه شمالک نمیمانه که صدام بیاید. حالا چرا غمگین هستی؟ بچه ها متاسفانه هوندا ما را زده. باید بچه ها من برم موترسیکل اوسو پرتم من میرم اوسو مندازم دیگه این دنیا به درد نمیخوره. این هوندا ما را زد. میریم یک بار دیگه مسابقه مندازیم ببینیم چی میشه. برای آخرین بار زور ما بزنم اگه بتانم شکست بتم این سلطانه، اگه نتانم که خدا بیامرزه ما دیگه آخرین شانس ماست.
دیگه ببینیم چی میشه بچه. بیشتر خوب نکردی گفتی یک نفر در پشتم بوتال و بیا تنهایی این دیگه معلوم میشه 100% با نمانه هم در کار نیست. دیگه ببینیم چی میشه. لیتس گو. بچه ها دقیقه 90 که رسیده من هیچ ریز نمیدادم. در دقیقه آخر ویدیو اگر میبینید من هیچ ریز نمیدادم، اما توی دیر شده مرا وادی آخر پیش کرد، در حال که من وقت پیش کرده بودم میره وان سام داده بودم که کم پیش بره، باز از این کده پیشتر آمدم و خلاص پیشش کردم. بچه از دو طرف هم من رسیدم اول نمیشه دور من خورده اول میماندمش که من پیش میکردم، باز میماندم میگفتم بان بره پس، بازی پیش میرفت دیگه اما تو میرفت. بازم با فرین مکدزی بچه نه خوبه. چو تجربه خود براتون رفی امیال قوان میگه، تجربه خود براتون میگه. بگو تجربه تا که گیر 3-4 نمیشه خلاصه 3 که شد فکر دانمان روی گوش بپره گوش موش بخی بگی میتر خوله نمیشه دیگه 3 در اینجا نمیشه 4 مستقیم جنت از 140 مام تو دواندمش بچه تا 140 کیلومترش 144 رفت دیگه. از او بعد به خدا مرگ است، اما گرسهش 4 نمیشه دیگه، کمزورش گرسه است. چا ما ویدیو را گرفتیم دیگه، امید است که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت اینا فراموشتان نشه. جانم هستین بود از این ویدیو لایک کنید، کامنت کنید تا ویدیوی دیگه روز دیگه شما رو به خداوند.